زمانی بود که موتورکراس تازه داشت معنا پیدا می‌کرد. پیست‌ها خاکی و دست نخورده بودند. موتوری با یک باک ساده، یه طراحی خام ولی جسور و یه برند که تازه داشت راه خودش رو توی دل مردم باز می‌کرد. یاماها از زمان پیدایش روی احساس سرمایه گذاری کرد. احساسی به اسم ماجراجویی، به اسم جسارت و موتور سوارایی که دنبال یه چیز متفاوت بودن. اون روزا هر کی میخواست دیده بشه باید زرد میروند. همین رنگ کم کم تبدیل شد به پرچم یاماها توی پیستا و بعد وقتی زمانش رسید یاماها چیزی ساخت که صدای دنیا رو در آورد. نینجای زرد رنگ 500 سی سی. اون فقط یک موتور نبود، بلکه یک انفجار در صنعت موتورسیکلت ژاپن بود، با صدایی خشک و تیز که قلب رقبا رو قبل از خط استارت له می‌کرد. نسل خاصی با این موتور خاطره ساختن و هنوز وقتی عکس این زرد لعنتی رو می‌بینن یه چیزی توی قلبشون تکون می‌خوره. این یاماهاست، افسانه‌ای از دل خاک که تا امروز تو ذهن‌ها مونده.